من کسم از افغانستان 34 ولایت افغانستان رو به دوش میرم. به دوش میریم؟ 3 دانش رفتیم و 1 دانش مانده. 3 دانش مانده دیگه. حالا ارادیم بلوگر از گفتم یک مصاحبه کنیم. سادات پهلوان است فهمیدی؟ نام سادات پهلوان است. اصلا دوش خوب دوش 3 ولایت از کابل تا به جلال آباد رفتیم. از جلال آباد چیز چند ساعت رفتی؟ من یک دفعه تو رو به موضوع بفهمانم باز چیز کنیم. باز مصاحبه کنیم. چی گفتی؟ بگو بیادر خوب بگو کل گپ تا بگو قربانه چون دیگه. نه یعنی هر چی که میگه بگو دیگه برای ما و مردم کل ما مشترک سعی میکنیم خودتا. بگو چی؟ نه پس. گل واد آمده. تو برو از باز دیگه تیش اینم تنها مصاحبه میگفتم کنیم. خب نمی تنها مصاحبه است دیگه بگو قربان شم چی کمالا داری خودت؟ اما 2 ولایت رفتی فعلا؟ 3 ولایت از کابل تا جلال آباد، از جلال آباد با تا لغمان، از جلال آباد با تا کنر. حال از کابل تا لوگر میرم. چی وقت میری؟ یک 20 روز بعد. 20 روز بعد. فکر میکنی از کابل تا لوگر در چند ساعت میتونی بری؟ 65 کیلومتر راست دیگه تو تا 700 800 میشه. 700 800. در 1 ساعت چند کیلومتر میتونی بری بدوی؟ در 1 ساعت تو 10 کیلومتر 12 13 کیلومتر میشه. 12 13 کیلومتر.